بچه‌ها تا آخر با دقت گوش کنید. سوز تنجی یک BMW X5 ارزون دیوفتم. مقصد چه میگم نگاه کنید. التماس تا آخر گوش کنید. BMW X5 این تاجیکی است. یعنی که همه حجت تاجیکی از سال تاجیکستان داره. نمرش عکس نماد کردیم در چی نبیاد در اکران. این BMW چیکار کرده؟ موتورش زدگی است. برادر تاجیک خدمت 1 میلیونش گفته است. BMW X5 2017 شرایطش تنج درنش سالن خلاصه که یگان مشکلی نداره این ماشین. یگانه مشکلش فقط موتور شه که برادر ما مسئله شوا وریم علش نکرده. چیکار کنیم؟ موتور زده. автомат обогрев дельник зад период охлаждения дельник панорама болош یعنی که همه طرفا شرایطش خوب هستن. بچه‌ها کدومی که BMW سواره BMW X5 میفهمی باید خوبتن 1 میلیونش برادر گفته است. خیلی خدشو با چخچخ کنید. کожний салон همه طرفا خوب است. بچه‌ها پروست ماشینچه خوب. برادر ما کمک پلاژن زندگی داره. امکانیتی همیا ریمونتش نداره. ریمونتش نمیدونم 500,000 600,000 میشه نمیدونم. BMW X5 در تاجیکستان چند من نمیدونم. رقمش تاجیکی. پرابگش هم کلون است 2017. قرار داره در همین مترو کاتلنیکی. بچه‌ها موتور زده گرفته آوردنش این آهن قطعی به همین جا آوردنش در پیش همین استخوانه این برادر عزیز. کلمه که BMW X5 سواره همه سرازا بخری 2 روز وقت داره. برای چی 2 روز که میگم 2 روز اگر خریدن قرض میکنم خودم سازش میکنم. 1 میلیونش میگن. خلاصه که یک گناه. بچه‌ها BMW X5 2017 موتورش چنده؟ موتورش 4 زدگیه بنزین. تمام سالنش همه طرفا شروع کرده. پروستو ماشین حیف کردن مسئله را حلش نکردن. بچهای BMW سواره که در مسکو قرار داره ماشین در کجا است؟ در مسکو در مترو کاتلنیکی. زنگ بزنی از ما سلام بگی و بگیری ماشین سواره کنی برای این همه طرفا نشون بدم. خیلی طرف ده بگیم جاوسی بعد موندگی شده داره نمیشه. خلاص ماشین چه نمره تاجیکی یا سولا همه حجت کدگی تیار. بود چی بگم بالونش نو 3 سیزونی اگر خطا نکنم. بود چی نشون تویم همه سه با شما رو اینا من نشون ده خونه نشون کرده دادم. X5 2017 اینه بچه‌ها. ای تورش میبرم یگان جو خروشتگی زدگی پدگی نداره. اینا همه سه هم ده خونه نشون دادم با شما رو برادر عزیز. خوب سلام بگی زنگ بزنی ماشین شرا در آب بخره. 1 میلیونش گفته شده بچه‌ها. 1 میلیون رقمای صاحبش در روی اکران. خوب نشون میدیم ماشین شرا در مترو کاتلنیکی رقمو تاجیکی 1 میلیون. نو بعد میگیری موتور میزنی بچه‌ها. موتورش 4 موتورش ایستادگی هم نمیدونم کال سبات چی میکنه که موتوری نوش کسی میخره میزنی. با اون خودت بکنی ویدیو را پاک کنی لایک کامنت و ماشین خریداری کنی. الله نصیب کنه کدمی BMW سواری.